آیا فتوحات صدر اسلام مورد تایید امامان شیعه بوده است و یا خیر؟ و آیا هیچ کدام از ائمه در فتوحات شرکت داشتند؟ چنان که دیدیم تایید نفرمودند و روایات در خلاف این قضیه هست و چنان که دیدیم مستندی بر حضورشون هم وجود نداره جز اخبار ضعیفه و اخباری که علت وضع و کذب و جعلش هم تا حدودی روشن از نظر مشورت ها که در نهج البلاغه و اینها بهش اشاره شده. طبعا ما نمیخوایم بگیم که اونها معتبر نیست، اما اونها در مورد اصل فتوحات نیست. فتوحات کاری است که انجام شده بدون رضایت حضرت، بدون سؤال از حضرت، بدون مشورت با حضرت. در حین فتوحات آسیب هایی پیش اومده که ممکنه اصل اسلام مورد تهدید قرار بگیره، لذا حضرت با اون مشورتی که دارن از اون آسیب بر اسلام جلوگیری میکنن و تشویقی به فتح جایی از امیرالمؤمنین دیده نمیشه. کما اینکه امیرالمؤمنین در دوره خودشون هم فتوحات رو ادامه ندادن. کدام کتاب‌های تاریخی از شرکت امام حسن و امام حسین علیهم السلام در فتوحات یاد کردند؟ اگر کسی بررسی کنه به هیچ روایتی جز روایت فتح طبرستان که اشاره کردیم در تاریخ طبری اومده و این اشکالات رو داره و قابل پذیرش نیست، دسترسی پیدا نمی‌کنه و به منابعی که عیناً مطلب طبری رو تکرار کردن و مستند دیگه‌ای هم براش جز طبری ندارن. حال باید پرسید که کتاب تاریخ طبری در استنادهای تاریخی چگونه کتابی است؟ خب میدونید که طبری همونطور که در مقدمه کتابش توضیح داده و همونطور که روش کارش این رو نشون میده، اساساً به دنبال روایت صحیح تاریخ و یک متن تاریخی بدون اشکال نبوده، بلکه در صدد گردآوری و تألیف بوده و لذا اخبار متناقض با هم رو هم حتی ذکر میکنه. بنابراین آنچه در تاریخ طبری اومده لزوماً درست نیست و لزوماً باطل هم نیست. حضور حسنین در فتوحات هیچ مستند دیگه‌ای نداره جز همین روایت. شما می توانید مشروح دلایل و استنادات تاریخی، روایی، رجالی و بررسی علمی موضوع موافق نبودن ائمه شیعه با مسئله فتوحات و عدم شرکت در آن و گسترش آنها را در این مستند 5 قسمتی ملاحظه فرمایید.